یخماسی کای موقیدم یا بچه اپایمو برای ساز هستی خوب هستی ساز هستی میگم باز چی شد؟ چی میخوایی؟ برای شما یخماس آوردم گرفته لیسی نه نمیخواهم باز زهرآلود نشویم زود یخماست رو گرفته از اینجا برو ما در محفظه‌مون خودمون یخماس داریم زود باش اپا جون از خدا بیترسه او یخماسی من زهر نداره این چی خیلی گپ هست خانم خدا شیری توزه بزای باور میکنی این قدر مانندگاه یک رو بوده من به تو چی گفته ایستادم یخماست رو گرفته از اینجا برو در اینجا چی گپ است خوش آمدی نمیک خوش باشی سیوا جان چی خیلی برای ما یخماس آورده است چرا زحمت کشیدی چه زحمت سیوا جان تو یخماس رو دوست می‌داشتی من برای تو یخماس آوردم عزیزم تشکر زیاد خندود مرا مفتون کردی سیوا جونی ای حالی اینها رو بینه سیوا عقلت رو گم نکن دختر چرا به این باور میکنی من نمیفهمم من دیگر به تو گپ ندارم اپا شما چی هم میگویید این چیست گفته ایستادم این چیست مگر آدم است افتش رو بینه مانندی مسخره بازان شده است مسخره بازی تیار کجا این مسخره بازی است کسب است مگر کاری کردت عیب نیست سیوا جون یخماس فروشی اگر مسخره بازی باشد من بس کردم میرم نه این چه خیل گپ است مگر انسانی که مهنت حلال میکند مسخره باز است آخر سیوا تو حالو هم نفهمیده ایستاده ای که او با حیله هایش تو را فریب میکند بس است اپا بس است آه سیوا تو از برای این آدم شده به من داد میزنی ها حیفت باد حالا میبینی لطفاً خواهش میکنم برای من جنگ نکنید آخیر اپایم برا مرا مسخره باز میگویی بیناموس میگویی چیزی میگویی گفتنگیر اما دانسته باش درباره سیوا جان سخنی بچونیدن هرگز نمیخواهم بهترش من از نزد شما میروم نه در همین جا میستی نه خانم او از اینجا میرود او را در مغازم دیدن نمیخواهم دفع شده از اینجا رود اگر او رود من هم میروم ای سیوا به هیچ کجا نمیروی فهمیدی سیوا آخرین کلتکلت هیچ کس ندارد برای از دست پلیس گریختنش کی کمک کرده باشد سردارم هیکل از آثارخانه دزدیده شده را گفتم پیدا نکردم اگر یکون چیز میفتی حیران میشدم سردارم من از یک چیز شبهه دارم کلتکل از هیکلچه را در سرش میزنن چه خیلی که به ما معلوم است اون ماشین های قیمت را دزدیده در قصرها زندگی میکنن از مغازه ها لباس های قیمت را میدزدن او با چیزهای فرهنگی و آثارهای انتیقه عموما دست نمیرسانه با فکر من هیکلچه را کلتکلس ندزدیده است رفیق سردارم اوی طرزی اون نبودنش رو میدونیم برای کی کار کردنش رو کاف دارم نباشه دیگر گپ راست درا سردارم از یک قصری بیرون از شهر بوده کتابی دستنویسی 500 ساله دزدیده شده است معلومات های به دست آمده به کلتکلات درست میآیند من معلومات های او را پیش درآید تا مکان حادثه میرویم اما سردارم راستی گپ این کلتکلاس دزدی سند و هم سندکار بوده است خیر میلش رفتیم کلتکلاس آدمی در پس از بوده را دستگیر میکنیم رفتیم سفسطه نگو مگر عقلت رو خوردی بیامونه دپا نو عقلم به سرم اومده است آخران وقتها حتی بروی نمیک نگاه نمیکردم چون که سخن شما رو گوش میکردم اگر عقل خودم رو کار میفرمودم شاید نمیک برای خطا نمیرفت با همه شما گناهگوری دپا این با همه کار دست میزنن همه چیز رو انتظار شدن ممکن است اپا نمیک شوهری من بود شوهری که ما یکدیگر رو دوست داشته اویله دار شدیم شوهرت ها عاشق بودی ها خیر کی بود که میگفت که از این بلا خلاص شدن میخوام بله گفتم در حقیقت او خطا کرد برای خطا رفت اما او خطای خود را فهمیده میخواهد اصلاح شود چرا شما طاقت این را نداری چرا او را میرانی و امکانیتش نمیدهی که اصلاح شود ای سیوا با تو هیچ چیز رو گپ زدن نمیشده است راست با من گپ زدن نمیشود و با بتول گپ زدن میشود سیوا بتول رو در اینجا همراه نکن نمیک رو روی دیدن نداریم معلوم که من رو هم دیدن نمیخواهید من یک باری زیادتیم بتول دانشگاه رو خوانده دکتری کلان شد اما سیوال هیچ زیادتی است سیوا سفسطه گویی رو بس کن چه گفتنت رو میدونی مگر من سفسطه میگویم میدونید اپا من با مغازه شما احتیاج ندارم از عهده خودم میبرایم فهمو سیوا گوش کن به تو ایست میگویم سیوا به اینجا بیا سیوا چی شد یک دقیقه صبر کن تو رو گیر اینجا کامera افتاده است نه سردارم دوستهای کامera را تازه کرده است از آنه که با محافظان روبرو شده است از کلتکلاس بودنش باوری داریم این کلتکلاس بسیار گذرم اول به آثارخانه در اومد حالا باشد به دزدیدن اشیاء خانه ها سر کرده میبخشه یک لحظه اگر خطا نکنم در روی آن آدم نقاب بوده است همین خیر
اوی چی علاقه دارد؟ چی علاقه دارد ها؟ آخر سردارم حالا شما بهوده آواره شده ایستاده هکر رو دوزیدن کارت کلاس ممکن است اما انا آن کتابی دستنویس رو با فکرم زاغیسیا دوزیده است. پسرم من به تو چند بار گفتم کارت کلاس و زاغیسیا یک آدمن. سردارم در این باره فکرهای ما یک خیلی استن و فکر من زاغیسیا دوزیده. دم از رو که لبن. سردارم در پشت این کار آدمی که سطح کامل نظارتی رو ایواز کرده است بوده میتواند. بوده میتونه. انا برای همین باید برای کارت کلاس رو دستگیر کردم. اول ما باید این آدم رو دستگیر کنیم. یعنی زنی در پروی کارت کلاس بوده بسیار مهم است. این آدم باشد این رو استفاده کرده ایستاده است. اما این آدم کیست لبد؟ سردارم نتیجه ها یک کس را نشان میدهند. زاغیسیا نقابدار است. تو هم زاغیسیا گفتی. آقای اونم آقای سهراب شما رو انتظار است. بله شن اومده. مرحبا. کنی پیش درو. ماشین در مایکل پنسی شوشته بیا. خوب شده است. مرحبا. خوش آمدید. سلام علیکم سوزی. خوش آمدید. مرحبا. خوش باشه. یا بسم الله. قدم رسید بلو نرسه. سلامت باشید. معلوماتی به دست آوردید؟ میترسم که کتابی دستنویس را به خارجه نبرند. آسان نیست. اونها با دزدیدن اون اثر ارزشناک دستگیر شدن رو پیش نظر گرفتن. البته مدتی دراز انتظار میشود. یک چای با یک کافه می نوشی. لوین. سردارم در خونه پولدارا یک چیزی رو میبینی که لوین. در کتابی دستنویس یک چیپ مخفی است. پسرم جهاز را به من ده. مرحبا. میتوانی روی. خوب شده است. این جهاز در کجا بودن چیپ را نشان میدهد، اما از وقتی دزدیده شدن کتاب معلوم نیست یا چیپ را برآوردن یا که بیکار کردند. همه چیز میابد. مرحمت. زفیر صدای قبل کمیسر رونالد، درباره چخیل یافتن این کتاب چی فکر دارید؟ معلوم که کتاب رو کارت کلاس دزدیده است. اینش هم معلوم است که کارت کلاس زیر دست کسی هم کار میکند که در اصل ترتیبی نیست. اگر اون آدم رو دستگیر کنیم کتاب رو هم دستگیر میکنیم. این رو بینه سردارم با فکرم خوبش تمام شد سیگنال داده ایستاده است. کو بینم؟ مرحمت. با کار در آمده است. موج پیدا شد. ببخشید یک بار بینم. این به کار ما بسیار فایده میرساند. بله اما با واسطه این کتابی دستنویس رو میابیم. داملا تو غم مخور. دختران کمتر یک روی کرده ایستادن، اما وقتی آن معلومات را گرفتم رفته به پیش ادوکات میگذارم و از همین سبب دیگر تو را گناهکار نمیکنند. خاطر نشو. رحمت سلامت باشید آقای کنانو. یعنی من درباره استوار نبودن خاطرتون کمی خاطر شدم. یعنی حالا خاطرتون در جایش هست و خوب و پگاهی و روزی دیگر خاطرتون را گم کنید. پس ما چیکار میکنیم و اکنون کی بودن ما را میدانید. یکی ما را باز همچون دشمنتون بینید. از همین سبب کمی خاطر هستم. داملا کالتکل است. تو خاطر نشو. سلامتی من بسیار خوب است. یگان مشکلی ندارم. راحت باش. دل پر باش. انشالله. داملا خاطر نشو. همه کارا خوبند بازم خوبتر میشن. گفتم آنم از آن بلای سقراط هم من تو را نجات میدیم. اکنون درباره تو من هستم. خاطر نشو. سلامت باشید آقای کنون. اکنون من باید با مسجد روم. با من اجازت میدادید؟ من هم با آفیس رفتنی بودم. یک جای میروید؟ بیاید میرویم. وقتی که ما اومدیم ملکه اینجا نبود. کنی را تیراده. مرحمت. با دقت همه گروه ها، با دقت همه گروه ها مکان کتاب دستنویس رو معین کردیم. با جای حادثه انتقال میکنیم. آی لوین بازی نکن ویران میکنی. سردارم نگاه دارم آخیر. زود باش میروی. آکا بیتول خواهرم خوب هستی؟ خوبم. تو چی خیلی هستی؟ خوبم خوب. اون سمی احمق تو رو ناراحت نمیکنه؟ ای آکا تو هم به همین سمی چسبیده؟ شخصی چسبک نیست و یک احمقی نشده نیست. کدام وقتی به نزد بیتول اویم با این خوشریش روبرو میشم. چرا بیتول با این مولو صحبت میکند نمیدونم. خیر ینگه زورو چی خیل؟ مناسبتتون چی خیل هست؟ یکو مشکلی نیست؟ عاقبتش رو میدونی چی میشه؟
мешавад. одаме ки солҳост аз қонун мегурезад, аз қафои ӯ меравӣ магар ҳа? якҷоя бо ӯ ту ҳам доим мегурезӣ. бало занад, ман чӣ кор карда истодам? ака чаро ҳеҷ чиз намегӯӣ? ягон мушкилӣ ҳаст? не ягон мушкилӣ нест бетул, мо хубем. ту ин хел зуҳро чӣ хел аст гуфта пурсидӣ, ногаҳон ба сарам чӣ омад. зуҳро хуб набошад, ман чӣ кор мекардам? аммо каме фикр кардам. хуб шумо хуб бошед. омин. ҷони ман ҳеҷ чизро нашунида истодам. سردارم بیاید. چی شد؟ یافتی؟ من سردارم این تلفن مالا سیگنال زنین آغاز کرد. من فکرم در این نزدیکی ها هست. رفتیم با این طرف سردارم. با اون طرف رفتیم. یکون جای عدیق بگو. هستی؟ چی کار میکنی؟ با اون طرف سردارم سیگنال زده است یافتم سردارم ای شیر بچه من چیپ رو یافتم سردارم درونی بانم بود از دیدی؟ چی خیل چیپ؟ کتاب در کجاست؟ کتاب؟ آخر سردارم من چیپ رو یافتم کتاب رو باشه شما یابید از روی اونه که چیپ در اینجاست کتاب از اینجا دورتر رفته نمیتونم مرا دیوانه نکن که سرت رو به این پوتی انداخته تمون پرتاب رو میخورونم اوی کالتکیلس ابله بی شرف چیپ رو از کتاب برآورده به قوطی پرتاب پرداخته است البته که دانایی اما سردارم آدما چه خیل اسباب ساختن انا میبینی نزدیک میای سیگنال زیاد میشود چون دور میکنی سیگنال پس میشود دیدی دب شود نظرم استاد لابا هجری همین قدر فکر کردم با سرم یگان سوال ناومد استاد. چی شد هجری در آخر سوال‌های تمام شدن؟ بله استاد. البته که تمام میشوند چون سوال به سرت آمد دائم از من میپرسی کمتر آخر به درون خودت نظر بکن فهمیدی کمتر از خودت بپرس کدام سوال رو پرسیدن میخوای چی جواب رو جستجو داری اول از خودت بپرس از خودم پرسم با سرم سوال میاد استاد. میآید هجری میآید تو اول چی پرسیدن رو خوب فکر کن بعد بپرس مایلش استاد. خیر چیکار کرده ایستاده ای؟ از خودم سوال میپرسم آخه. آها با خدا کی اومد استاد؟ در حال آمد؟ با خدا کی اومد استاد؟ هجری در حقیقت تو بسیار پسر گناهگون هستی. استاد پرسم اکنون. بپرس. استاد حضرت نوح علیه السلام با کشتیش از هر یک حیوان نارینه و مادینه گرفته بود کو از نارینه و مادینه دینازورها نگرفته بود مگر از همین سبب مگر نسل دینازورها نابود شدند. آمده به سرت همین سوال آمد هجری. بله استاد. بنویس هجری. حضرت نوح پیغمبر بود مگر فراموش میکند اگر او فراموش کند خدا با یادش میآورد البته که فراموش نکرد و دینازورها بسیار کلانند چون دو تای دینازورها را به کشتی گذاری به دیگر حیوانها جای نمیرسد از همین سبب حضرت نوح پیغمبر دینازورها را به کشتی نگرفته است از همین سبب هم نسل‌هایشان گم شده میتوانند فهمیدی؟ فهمیدم استاد فهمیدم و نوشتم. دنیای دروغ هم میگذارد این خیلی یک سرود است. خیر تا بازی خدا از شما راضی باشد استاد. خیر احتیاط کن احتیاط خانم زهرا بخیر است قریب بود که ما را زیر میکردی سوار شو با کجا؟ به ماشین سوار شو خوبو با کجا میروی؟ به ماشین سوار شو گفتم یا خدا توبه
کالتکیلاس از یک چیز رو پرسم خیر کنی بپرس. شخصی بسیار دوست داشته رو فهمی که دیگر کس بوده است چی حس میکنی؟ نپرس زهرا. چرا نپرسم بوده است؟ این گپی گفته شوکت رو به سرم آورد آخر. او را چنان دوست می‌دارم که اما نه، او بسیار دیگر خل آدم است. یا موضوع رو دیگر کرده ایستاده است یا اینکه مرا مسخره دارد؟ اوه شوکت و سرم چی کارها رو بار کرده؟ تو شوخی میکنی؟ مگر همینقدر است؟ نفهمیدی؟ او با شفقت چی علاقه دارد؟ تو مگر موضوع رو دیگر کرده ایستادی؟ من چی گفتنی تو رو نفهمیدم. کی فهمیده بوده آخیر؟ اوه زهرا با من خیلی معماوار گپ نزن. چیزی گفتنی باشه آشکارا با من بگو آخر نفهمیدم. گویم چی عوض می شود آخیر؟ کالتکیلاس در حالت مشکلی قرار دارم. کسی بغیر از تو نیست که کمک کند. التماس زود به قهوه خونه می‌روید. چی شد؟ یگان مشکلی برآمد؟ نه، یک رفیقم سرش در بالا بوده است. کمک می‌خواهد. آن رفیقت کی بوده است؟ یک رفیق عادی. آها، سرش در بالا بوده است کمک می‌خواهد. این رو یک طرف گذار حل میکنه. تو چی گفتنی هستی؟ این رو بگو. چی گفته ایستاده بودم آخر؟ یا آخر من چی دارم؟ یعنی میگویی نگویی یگان چیزی وضع می شود شاید. بگو شاید یگان چیزی وضع شود. تو چی گفتنم رو از کجا میدونی کالتکیلاس؟ چی گفتنت رو نمیدونم. اگر بگویی اگر گویم یگان چیزی وضع می شود مگر؟ من از کجا دانم آخر تو چی میگویی؟ کنی بگو. چی بگویم آخر؟ ای زهرا در حقیقت چرا این خیلی کرده ایستاده ای؟ اوف هیچ چیز نیست. یگان چیز نمیگویم بیا رویم. آخر کسی کمکی تو رو انتظار است. بیا من تو رو میبرم. کسی اومد رو فراموش نکن. دیوانه میشوم آخر. کنی پیش درا. اکا شرف پیش درا. تیلا نکو مو مرده که مخی. اکا این احمق باز هنگامی به کودکان موادی نشآور فروختن دستگیر شد. شرف این دفعه این حرامی رو چیکار کنیم؟ به خدا اگر از من پرسید این دفعه اینجا پرانیمش. این کار در همینجا با آخیر است. اکا چیکار داری یه دقیقه؟ اکای کانو آخیران مراتب مرا ببخش. اکا مردک یک داره. گفتم نشه نمیفروشم اکا. نکی اکا قسم نوسا نمیخورم. توبه کردم. تمام دیگه نشه نمیفروشم. تمام. فهمیدی شرف؟ این احمق توبه میکرده است. ما این را نکشیم. یک امکانی دیگر دهیم. تو رفته با پایش پران. اکا قربان شما. دمت را گشت درشم. اکا جان من دو کودک دارم. کودکم دو ساله مایی بس التجا میکنم این کارو نکن اکا جان. توبه میکرده است. خانم زهرا من در این جای در یکان جا میفرایم. در اینجا؟ خواهد من میبرم تا جای لازمه. نه در کار نیست. قریب که رسیدیم. میبرم آخر. در حقیقت لازم نیست. زحمت نشود. خیر تا بازی. در کار نبوده است. کی میداند باز از پشت کدام کارها هستی کالتکیلاس. عجب با کی و میخوری؟ خاموش باش. کنی در جهت راست است. تو رو آدم بر این فهماندیم گبرو نفهمیدی. باید رو بالا کن این دفعه دیگر خیلی بفهمونم. اکا ما مردکیم لامس که بگی. چرا بی ناموس. ما چند بار تو رو بخوبی فهماندیم. تو خوبی رو نفهمیدی. کنی پایت رو بردار. اکا اگر یک بار دیگه کردم پرو. بی ناموس من یک گپ دارم. گپم رو که گفتم اجرا میکنم. فهمیدی؟ سرم رو ویران نکن. کنی زود پایت رو بردار جزایت رو دیهم. اوستر پرو نکن. باز بلند داد نزنی. خمالی پرو. با ناز و کرشمه با من روبرو شدی ای دلبر. مرا مجنون کردی. زلفت با بالای خاشهایت ریختن. مرا دیدی و کرشمه کردی. چشمم دید دلم دوست داشت. به دیار غم مرا بدرقه کردی. بغیر از تو کسی رو دوست داشته نمیتوانم. مرا بیچاره و غریب کردی. در این تن بی تو نه امید نه سلامتی است نه جان در بدن. عاشقم عاشق برویت گر نمیدانی بدان. سوختم در آرزویت گر نمیدانی بدان. مگر این شعر همه چیز رو اصلاح کرده میشم.
اما تنها یک چیز روزهای به توی گذشته رو اصلاح کرده نمیشه. تو این شعر رو از کجا میدونی؟ مگر این شعر رو تو نویستی؟ با جزدانم هم تو گذاشتی؟ آخیر از شما سپاسگزارم، لطف کردید، اما چرا حسیاتت رو آشکار نگفتی و شعر نویسته با جزدانم گذاشتی؟ فهمیدم تو گپ نمیزنی. میلش با تو هم روزای خوش. چون جمال آه و چشم مانند آفتاب کشوده شود، لبان مرواریدوار سفیدش به اطراف پهن شدند مانند ستاره هایی که شب را روشنی میکنند. باز از قفای چی کار هستی عجبا؟ سلام علیکم. برای آمدنت بسیار سپاسگزارم. خواهش میکنم. چیزی مهم بودنش رو گفتی؟ ترزیرش هایت رو بین قلطه که لوز بسیار دیگر خمی نمایی. نرگیز برای اینها رو گفتن ما رو دعوت کردی. بله ریش دارم، نگاهی ظاهری هم تغییر یافت، اما تنها نگاهی ظاهری هم نه، در حیاتم بسیار چیز تغییر یافت. چخیل گویم حیاتی با ترتیبانه دارم. ای بیا مانه، تو در حیاتت هیجان نباشد هیچ زندگی کرده نمیتوانی. ولی اکنون با فکرم تنها آرامی رو جستجو دارم. باور نمیکنم، تو رو از من دیده هیچ کس خوب نمیشناسد قلطه که لوز. وقت زیادی ندارم نرگیز. چی مشکل داری؟ تو را حالا هم من دیوانه‌وار دوست می‌دارم قلطه که لوز. این آدم در کجا باشد؟ گوش کن، گفتی در حالت وزنی قرار دارم، من باشم اومدم، فراموش کردی، مرا تو ترک کردی، گفته بودی که با یک جنایتکار زندگی کردن نمیتوانم. آخر من از اون ترسیدم که پلیس مرا هم دستگیر میکند. مایلش من تو رو فهمیده بودم اما تو رفتی. اکنون التماس درباره گذشته گپ نزنیم، همش رو از نو آغاز کرده میتوانیم. گوش کن نرگیس، اگر مرا برای درباره اینها گپ زدن دعوت کرده باشی. میدونم تو همه رو فراموش کرده نتوانستی، بغیر از من دیگر کس را دوست داشته نمیتوانی، همین خیلی گفته بودی. نرگیس خطا کرده بودم. از سببی به من غضبی بودنت این خیلی گفته استاده ای. گوش کن، من نسبت تو غضبی نیستم، فهمیدی؟ در حیات من دیگر کس هست و من او رو بسیار دوست میدارم. نه دروغ میگویی، به تو باور نمیکنم. خیر تو بازدید، خدا حافظ. در کجایی ها؟ آخر خانم سلین چون شما دایر از خانه راندید ما با سیجان در بین موندیم. باز عکس کار اکم زنگ زد، میگوید که دیر میآیم. آخر خانم سلین این به یگان کار راست نمیآید. من و سیجان در خانه تنها موندیم. تو نگاه بین میکنی لوین؟ یعنی در بین البته من به تو کمک میکنم، دایا در کار نیست. اگر شما هم کمک کنید خانم سلین بسیار خوب میشود. ای من نخودی چی اومده میخواهم. ای من میارم. این نخد فروش. خوبی ها چهارچشمه؟ خوبی در این طرفو؟ یک دقیقه، تو مگر همون نمک پدنرت آدم کنعان نیستی؟ از سبب که این کس در اینجاست کنعان دیوانه هم در این نزدیکی ها هست. گوش کن برادر، من خیلی شد با کنعان دیوانه کار نمیکنم، فهمیدی؟ من اکنون مهنت حلال کرده بس که حلال به دست میارم، فهمیدی چهارچشمه؟ ای برادر تو رو تبریک میکنم، در حقیقت تو هدایت یافتی. خیلی باشه 1 کیلو نخود بکش، قطعی اگر بخوری نمکش زیادتر بگیر. برادر این سقراط بسیار آدم زیرک بوده است گو. بعد از هیکل را دزدیدنش باز یک کتابی دستنویسی 500 ساله را دزدیده است. اگر من هم مانند کالتکالوس آدم می‌داشتم بانک شویتساریا را غارت می‌کردم، گویا که تمام کار را کالتکالوس می‌کند. مگر دیوانه هستی؟ کالتکالوس را کار فرمودن آسان است. آفرین به سقراط.
چهارچشمه گیر؟ تمام برادر تمام. این کمتر در اینجا ایستاد خنک شود من حضور میایم. لوین با کجا میروی؟ من در مسئله کار باید صحبت کنم خانم سیلین. در حال میایم. الو سردارم، من آدمی در قفای کارت کلاس بوده رو یافتم. یافتی؟ کی بوده است؟ کی میشود؟ سقراط. سقراط؟ آی لوینت پسرم، بعضا چنون کار میکنی که در حقیقت میخواهم تو را آغوش گرفته ببوسمت. این سردارم، من باز هم خانم سیلین را انسان خوب میدانم. سلامت باشید. آی کلتکلاس، آی کلتکلاس، آیسته آیسته به تو نزدیک شده ایستادم. این دفعه تو را دستگیر میکنم. سردارم، اما با خانم سیلین بسیار عیب شد. سر و 3 بار به اینجا آمدم، او را تنها گذاشتم. اوی چیزی فکر کرده ات رو بینه؟ اگر کلتکلاس رو دستگیر کنیم پسرم وعده میدم که تویت رو خودم میکنم، در نگاهت شاهد میشوم پسرم. سردارم این رو بینه قدر خرسند میشود. خیلی خرسند نشم سردارم، توی گفتی. خیر عزیزم میدونی چیکار کنی؟ یعنی دستانو تا رو بداره دستا بالا. همه جا رو خوبه، همه جا رو خوبه. آن سقراط و کتاب دستنویس رو میخوام. زود باشه. خیلی زود باشه، زود باشه. سردارم از کامپیوتر آغاز کنم. آغاز کن. ака камтар пеш полисҳо ба офисамон омаданд. ягон чиз наёфтанд. силоҳҳои одамони мо бо иҷозатнома буданд. бе ҳамин ҳам дар дохил ягон чизи ғайриқонунӣ нест. рафтанду, аммо чӣ? комиссар унал гуфтани шахс будааст. ҳар гапи гуфтааш калтакелос будааст. моро эҳтимоли зиёд ба воситаи калтакелос дастрас карданд. хавотир нашав, ҳал мекунем. калтакелас одами ман аст. ҳар касе ки одами маро озор медиҳад ман санашро аз тана ҷудо мекунам. майлаш ки ҷуръати фурӯхтани моро кардааст. сабтҳоро нобуд кардем, далел нест. чӣ тавр инро фаҳмиданд? ака канъони девона чӣ? не, канъон дар девонагӣ девона асту, аммо то оне ки моро фурӯшад ин қадар девона нест. кори худашро худаш ҳал мекунад, хабаркашӣ намекунад. илова бар ин ҷавон мард аст. дар ин ҷо дигар мушкилӣ аст. албатте ки ҳал мешавад. мо аввал чораи ин комиссар уналро дида бароем. майлаш ака. он тарафаш осон аст. майлаш. он дӯстат чӣ хел будааст? ки? он дӯсти дар мушкилӣ қарор дошта. хуб хуб, ҳарчи ки аз дастат омад кардам. хуб. دادرجان من بخور آخر چرا نمیخوری؟ خورده ایستادم آقا. دیگر این خیل دوام داده نمیتوانم، چون به حجرت درایم در این باره با او صحبت میکنم. تو مگر دیوانه شدی ها؟ تو حقی به این حال آوردنی مرا نداری زاغی سیاه. چی شد زهرا؟ اشتها ندارم، به حجرم میبرایم. زهرا؟ چی شد؟ بابا جان به حجره رفتنم لازم است. تشکری زیاد جان. بچه ها سمیدر کجاست؟ به خوراخوری دعوتش نکردید؟ او به طرف خانه رفت. چی؟ به طرف خانه رفت؟ بله بابا جان.
یعنی سحری هنگامی گپ زدنش فهمیدم که با کسی به خوراکی شو می رود. نامی وی طربخانه چی بود؟ نامش رو فراموش کردم، اما با کسی به طربخانه رفت. با کی؟ با کی میشود؟ با آن دختر زن است. سمی در آن زن چی افته باشد نمیفهمم. بیتول با سمی یگون علاقه ندارد خانم تولی. البته جانم، با سمی یگان علاقه ندارد. دردی او این قصر می باشد. یعنی به واسطه سمی در اومدن یکی به قصر اومده زندگی کردن رو کرده است. این چی قصر بوده است؟ آقا با اجازت شما مایلش چی شد؟ دستتون رو دراز نکرده این رو در پیشتون گذارید و مغزک خورید. خوب نایستادم آخر. طبقی خودتون رو گیرید. ای فروخ، من با این زن بسیار عصبانی میشم. اینقدر بد میخورده. خاموش خاموش. چی؟ خاموشم تو دیگر یگان گپ نداری. مرحمت کنید. یک باری دیگر خوش آمدید. آقای سمی خودش چی گپ است؟ اینها چی هستند؟ با شما درباره یک چیز گپ زدن میخواهم. گفته بودم که خوب اما اینها هیچ لازم نبودند. اینها برای گپ زدنم کمک کنن گفته در اینجا هستند و امشب رو شب مخصوص کنن گفته در اینجایند. لطفا مرحمت کنید. مرحمت. بشینید. تشکری زیاد. مرا رد نکرده برای اومدنتون با سپاسگزاری میکنم. من در حقیقت چی گفتنتون رو بسیار فهمیدم میخواهم آقای سمی. در اصل ممکن کمتر فهمیده اید. انا من پای بردم که یعنی چیزهایی حس کردم. من خانم بیتول، من به شما عاشق شدم. زاغیسیو؟ چی شد؟ چشمانت رو کشد کردی؟ اینقدر فقط فکر کردی که نمیفهمم. من به تو هیله کردم. هیله نه نمیشود. کلتکیلس نیقابت رو نمیپوشی؟ بیامانه زاغیسیو بودنت رو میدونستم. این چی هست؟ مانادی که من نقش آفریده استادم. زاغیسیو بودنت رو از من چقدر دیگر پنهان میکنی کلتکیلس؟ بالا زنه. چی شد؟ بیتول زنگ زده ایستادم جواب نمیده. تلفنش خاموش است. شاید قوتش تمام شده است. چی اینقدر وایمه میکنی؟ انشالله با آن سمی با بخوری نرفته است. تو چی اینقدر به این آدم چسبیده ای؟ شاید در حقیقت عاشق است؟ چخیل عاشق زهرو؟ عاشقی رو از کجا میداند؟ او تنها هیله رو میداند. بسیار هیله‌گر بد بودنی تو هم گفته نمیشود راستی. زهرا، من تا امروز با حیثیت های یگان کس بازی نکردم. باوری داری؟ چخیل باوری دارم. از آنی که با حیثیت های دیگر کس بازی نکرده ای. این چی معنا داره؟ چی معنا داشتنش رو تو خودتر میدونی؟ زهرا خواهش میکنم اکنون با من آشکارا گپ بزن. همش رو آشکارا گفته ایستادم. بخشش دامولوزیا نامی طربخانه را به یاد آوردم. چه بوده است؟ طربخانه شکرانه. تشکر زیاد. سلامت باش میلیس. نمی ارزد. شبهای خوش. مرا باش و رمضان لازم است. باید گپ میزدیم. زهرا بیتول خواهر من است. لطفا مرا بفهم. گریز زاغیسیو گریز.
این حال رو بینه یک بنده خدا نمیگذارد من خودم رو بیهوده در این زنجیر پیچ کردم وقتی نماز هم گذشت جماعت هم نیست بیهوده همش بیهوده است جماعت خیر میدش برای امروز همین قدرش بس است از این زنجیرها اقلا خلاص شوم پگاه با بر وقتی آمده باز خودم رو زنجیر پیش میکنم کلید کجا شد آخر من کلید را در کجا گذاشتم آخر من کلید را در کجا گذاشتم کلید کجا شد در همینجا نبود مگر اینجا همین خیلی میمانم کلید است با بختی سیاه هم دیگره در دستی مسجد خدایا تو مرا ببخش وای دعا بکن به تو در اونجا نباشد که جاغت رو میشکنم سمی یگون چیز نمیگویید من حالا بسیار در تعجبم من هم بسیار در تعجبم یعنی اگر با من یک ماه پیش میگفتن که عاشق میشوی باور نمیکردم آخر دل بستن گفتن یک تعبیر است که فکر میکنم همین خیلی من درباره اول شما رو دیدن چیزی رو حس کردم این با گذشت وقت به محبت تبدیل یافت یگون چیز نمیگوید من چی؟ من حالا در حقیقت چی گفتنم رو نمیدونم همین خیلی یگون چیز نگوید این خیلی به طور خوب نگاه هم کنید می شود خدایا توبه کردم این هم جوش نیافت از اینجا بیرو میگویم رو تو چی خانه نداری زود بیرو از اینجا اوی رحیم این رو بیر چی کار کرده است؟ با فکرم که شده نتوانسته است کنی بینیم خدا را شکر شب بخیر این گم میزده است شما کیستید؟ مرا گوش کنید شما با آدمانی دل صاف مانندی دارید ما را آدمی دلی صاف میگوید ما را گفتی؟ این بسیار آدمی شوخ بوده است اکا تو مگر مسخره باز هستی؟ استغفرالله چه خیل مسخره باز من دامولایم دامولا چه خیل دامولا اکا تو چی کار کردی؟ تو چرا خودت رو زنجیر پیش کرده ای؟ برای چی؟ برادر فهموندنش وقتی زیاد رو میگیرد کلید رو هم گم کردم در اصل در دستم بود اون رو هم نیافته ایستادم کنی بیایید شما با من کمک کنید از این زنجیرها خلاص شوم میلش اکا چرا کلید رو فرو بردی؟ آخر کاری شدگی شد این رو یک طرف گذاشته با من کمک کنید حاضر میکشایم آخر کمک میکنه مو این زنجیر رو تنها آهنگر کنده میتواند خیر شد رفته یکون آهنگر بیارید اکا در این ساعت برای تو از کجا آهنگر رو بیابیم یا خدا توبه آخر در یکان جا یکان آهنگری نوبدار بودگیست آهنگر نیست و اما یک دوستی بسیار هم با تجربه شناس هم هست استغفرالله خدایا توبه کردم لقب او هم آهنگر است تا حال قلفه نیست که اون کشاده باشد یگان کس به درجه اون رسیده است اگر خواهی دعوتش کنیم آیم نمیشود نمیشود نه نمیشود انیق نمیشود نه اما میشود نمیشود آخر به یک قرار بیایید در اصل میشود او یعنی جماعت نشنود در بین خود ما ماند اگر جماعت شنود ای میشود با یک دوست همکاری کردن آنقدر کاری خوب نیست اکا تو با ما باور بکن از ما سیر بیرون نمیشود ما دارنده سیر هستیم ما سیر را نگاه میداریم اکا مثلا کمتر پیش همانی تو رو دزدیدنم رو یگون کس دید مگر با یگون کس گفتیم این همیانی منه شما این را کی گرفتید با خدا که بسیار رسون بود ای با شما آخر ما شرطمان بسته بودیم کو آخر با من باید کمک میکردید آهنگر را بیاوردید چرا همیانی مرا دزدیدید اکا آهنگر منم چی؟
ما آخر انا همین خیلی سیر رو میداریم. تمام شد گیرت همیان از آنش مشرمت مرا از این جزیر خلاص کند تو باشد گوشو آخر قلفی زنجیر شدن اونقدر کاری من نیست. من بسیارتر با قلفی درهای خانه سیف و صندوق سر و کار دارم. این را کشوده نمیتوانم. مرا ببخش. حقت را حلال بکن. شبهای خوش. تا بازدید. شبهای خوش. پلیس کمک کند های همیانم را دزدیدن آهنگر باید می آوردن آهنگر های مدد کند های کمک کند جماعت کمک کند های همیانم را بردن های لعنتی ها خدایا من اینقدر بدبخت بودم. یعنی شرط نیست که در حال جواب دهید. یک فکر کنید. من فکر کردم چونکه نیت من جدی است. انا با یک هوس چیزی نگفته ایستادم. حالا البته که باز شناس میشویم یکدیگر رو از نزدیک خوب میشناسیم. خیر هیچ نباشد فکر کردنتون رو میگوید. شرفی عبدالله دنبال زیاد تو مگر نفهمیدی؟ اکا نکن فی احمق اکا التماس نکن ما با تو چی گفتم نفهمیدی؟ اکا تمام گوش کن چه خیلی که تو فکر داری وضعیت آخر نیست. علاوه بر این حساب این موش رو حتما میدهی. تو کی میشوی که با مناسبتی مداخلت میکنی ها؟ حالا مناسبت رو من با تو نشون بس است اکا جان التماس است یعنی دامولوزیو و مثل اکا هم از او مرا دائما محافظت میکند نگاه بین میکند برای همین او رو ببخشید. بهتر تو چی؟ با این میگویی که مرا ببخشه؟ دامولوزیو گوش کن من بیتول رو دوست میدارم فهمیدی؟ این رو بین باز دوست میدارم میگوید. تو مگر یاد نداری که درباره بیتول چی گفته بود؟ ها؟ شرط نکنیم من این دختر رو در یک هفته از آن خوب میکنم فهمیدی؟ چی گفته بوده؟ دامولو این کار درست نیست. بیتول این به هدف دامولو خواهش میکنم. حالا میبینی چی خیلی بیتول رو با خودم عاشق میکنم و با من شرط کرد. بیتول گوش کن مناسبتی ما بازی خوب نیست. این رو برای او رو عصبی کردن گفتم. آخر احمقانه گپ زدم میفهمم. بیتول بسیار عذر میخوام. من جدی نبودم. بیتول جدی نبودم. تو کورو گیریوندی اگر این رو یک بار دیگر بکنی تو رو میکشم فهمیدی؟ او میکشم بیتول خواهر زیبایم تو مگر برای این احمق گریه میکنی؟ نه اکا برای اون نه عصبهایم کمی خرابند. ما با تو گفتم که با این حرف دقت بده. یگون چیز رو میدونستم آخر خواهر عزیزم مرا گوش کن. راست میگویی اکا دیگر از گپ تو هیچ بیرون نمیبرایم هیچ. چرا با من خبر ندادی؟ چی؟ با تو آخر سمی آنقدر محفوظ نبود کو؟ من گفته نتوانستم آخر چون او بسیار اصرار کرد و اونه هم گفته نتوانستم. معلوم که این حرف معنی خواهرم رو مخته کرده است. های سمی از روی ابلهی بیتول رو از دست دادی اما این خیلی نمیشود. از او بخشش میپرسم. بیا تو رو با تاکسی شنونم بسیار انتظار نشو. خودت رو غمگین نکن مایلش. این حادثه های شده هیچ گناهی تو نیستم خواهر. اکا من شرم کرده استادم. تو یگون خود شرمگین نکن. خوشکی هستی. خوشکی تو هم هستی. خیر رختم بیرم. شب‌های خوش. شب خوش. خیر. یا خدا توبه یا خدا. اوف داملو عزمی مگر این کاری کرده از برای خدا روا است؟ این چی حال است؟ چرا خودت رو اینقدر اذیت میدی؟
دوملو ازمی آرام شوید بسم الله الرحمن الرحیم. اگر من خواب دیده ایستادم باز همون دوملوی ساخته. ای چیکار میکنی؟ دوملو نجوم شما رو نجات میدیم. سرده مرا نرسوید. یا خدای برادر نشستم میشود. برادر کمک کردنی تو رو نمیخواهم. مرا سرده میگویم. حرکت نکنه شما رو نجات میدیم. نه آزاد شده دوملو. یک دقیقه برادر، یک دقیقه. من تو سحر هرچند کوشش کردم این رو گشودن نتوانستم. تو چی طور این رو گشودی؟ آخر دوملو کسب من همینه. بیایید چه؟ مرا سرده. از تو یاردم پردم نمیخواهم. کسبش بوده است. های تو ساخته کار، های دوستی نوبکار، جماعتم را از من دزدیدی. دوملو شما را نجات دادم و جایی که با من دعای خیر کنید مرا روز به جهنم روان کرده ایستادید. آخر عیب است. با من کمک نکن. آهسته دوملو. تو ایران چکار کشودی؟ اینو با من بگه. دوملو من پیش از امام شدنم آهنگر بودم. ای دزدی نابکار، مسجد را از من گرفتی، جماعتم را دزدیدی، مسجدی مرا آنها را از تو گردانده میگیرم. حالا تو میبینی با تو چی کار میکنم. میدونم که از من رنجیده ای، اما مرا باید گوش میکنی. لطفاً از اینجا زودتر روید. اون حادثه‌ای که شرط کردیم بسیار خطا بود. اما بسیار خطا بود. عجبا شما مگر میدونید که چقدر کاری ناجا کردید؟ وجدانم مرا عذاب میدید. بیتول خواهش میکنم ببخش من. دیگر با من روبرو نشوید. اصلا بیتول خواهش میکنم یک لحظه. دیگر نه تو رو گوش کردن میخوام نه با تو روبرو شدن میخوام. فهمیدید؟ نمیخوام. بیتول شرطی ما خطا بود، اما حسیات‌های نسبتی تو داشتم همه شقیقی هم. آخر همه اینها رو به تو فهموندنی بودم، اما حادثه ها چنان زود واقع شدن که یک امتیازی دیگر ده. دوملو زیاده تو تمام شدی. به خدا که سیری تو رو فاش میکنم من. همه به نزدیکی میفهمن که تو داماد ساخته ای. استاد؟ حاجی بپرس. چی پرسم استاد؟ سوال نداری؟ دارم استاد. خیر بپرس. پرس. استاد روح را جیغ زدن جایز است؟ چی؟ روح استاد. اینجوری روحی کی رو جیغ میزنی؟ روحی هر آدم رو. روحی نمیشناخته رو چرا مشغول میکنی؟ مگر عیب نیست؟ خیر استاد روحی یگان شناس را جیغ زدن جایز است؟ چیکار میکنی؟ مگر با او دوست میشوید؟ لبا استاد؟ نویس اینجور نویس. اگر جیغ زده شده روح باشد مشکل نیست. اگر یگان سه جین رو جیغ زده باشی نجات دادن رو میبینی. چی رو نجات میدی هم استاد؟ هجری جان روح رو جیغ زدن جایز نیست. فهمیدم استاد جایز نیست. بله تمام استاد. خدا از شما راضی باشه. از تو هم راضی باشه. ماشاءالله کتابخانه است. کتابخانه. این فرموجه تو رو برای تفتیش رو فراموش نکن. شما خواهد نشد. اینقدر لباسی زیاد گرفته ای. باز از برای ذوقی سیاه؟ زهرا از برای خود و عقل این آدم رو فراموش بکن. رود آخر دراز نکن. این عشق غیر امکان است. غیر امکان. البته که گفتنش آسان است. من حالا با او روبرو نشدم. خیر زودتر با او روبرو شو و این کار تمام شود. همین خیل میکنم. چی خیل یعنی؟ رقم ذوقی سیاه رو داری؟ البته که نیستیلی. زیاد رو زنگ زدنی بودم. مایلش خیر بد زنگ میزنم.
فیلم بسیار خوب بود. یک ثانیه چشمم رو دور نکرده. به من هیچ محکوم نشد. به خاطر تو طاقت کردم. از راستی؟ بله. در فیلم عشقم بود کو. آن عشق در کجا بود؟ من هیچ ندیدم. اون دختری بدرو رو مانند یک مانیکن پلاستماسی گذاشتن. هیچ یگان عشقی خوب نبود. پس نباشد به خانه میرویم و به خواست تو فیلم تماشا میکنیم. با ماشین نداره. شوهرم رو سردیم. کلتاکلاس این مراتبه به من بسیار خرجدار میشه. یک عمر دزدی هم کنی پرداخت کرده نمیتوانی. چه گفته ایستاده سقراط شدگان؟ آدمی که حیاتش رو برای دستگیر کردنی تو بخشیده است من تو رو از او خلاص میکنم کلتاکلاس. چه شد کلتاکلاس؟ از نابود شدن دشمنت مگر غمگینی؟ خرسند نشدی؟ البته که خرسند شدم مگر خرسند نمیشم. او حیات مرا تیره کرد. جانکنی او رو باید تماشا کنم. گوش کن، اینها حسیات های اصل می باشند. هنگامی به فوت کردن دشمنت به داخل چشمانش می نگری که کسی به تو جسارت دشمنی کردن رو نکند. برای جنگلی کو نبیاد. در وقتش بیایی لحظه مرگ دشمنت رو می بینی. اگر نایی جسدش رو می بینی. این لحظه رو از دست ندی. مایلش می آید. زاغ سیاه بودنت رو میدانم کلتاکلاس. اکنون بازی به آخر رسید. حالا وقتی آن رسید است که برایت این رو بگویم. گپ زدنم لازم. کار تجلی دارم باید زود روم. چی خیلی آخر؟ اوف! برادر مجیلن باید رو ما رو ببخش. اکا چیکار میکنی؟ کارم تمام شود میبرم بعد میکنی اکا؟ الو ماشینم رو دزدیدن. کمیسر، بعضی انسان هایی هستند که چون کارشان ضد یکدیگر برآید حتما باید یک نفرش وفات کند. شما کیستید؟ از من چی میخواهید؟ تو ما را یک طرف بذار. اینجا شعبه پلیس نیست کمیسر. در اینجا من سوال میدیم تو با کلتاکلاس چی درد داری نفهمیدم. مگر شما رو کلتاکلاس رو کرد؟ اوه کلتاکلاس حساب این رو از تو میپرسم. تو رو از این سفسطه کلتاکلاس نجات میدیم کمیسر اونا. خاطر نشم. کمتر انتظار شد. کلتاکلاس مرگ این را تماشا کردن میخواهد. اگر دیر کند این را پرونید. رفتیم.
حیات خودت رو هم به خطر گذاشتی از مرا باشد نابود ساختی. این صدا از کجا اومد؟ کنی یک رفته گرد و اطراف رو بین. تو کیستی؟ من را به کجا میبری؟ در سرت به در بالا نکن میکشم. برادر تو کیستی؟ چرا مرا نجات میدی؟ این چیست؟ تو کیستی؟ آیا قلن یک کاری تیز میدادی؟ دومالو زیادالله در این نصف شب از کجاها آمدید ها؟ کارت چی ها؟ نه آخر خواتیر شدم که مناسبت کی رو باز در این نصف شب ویران کردید شما. بشکن سمی عصبم ویران است، باز با تو سر و کار گرفتن نمیخوام. من هم همین رو گفتنی هم سر و کار نگیر، با من سر و کار نگیر که. آی ابله از پیش پای من دفع شو، نباشد تو را زیر پای میکنم. مناسبت منو بیتول رو ویران کردن نمیتوانی، ما رو از هم جدا کردن نمیتوانی. آی ابله مگر نفهمیدی نام بیتول رو حتی با زبان نگیر. نه اوه مرا گوش کن، تو رو دیگر آگاه نمیکنم، دلسوزی نمیکنم، مرا فهمیدی؟ گیر گوشم من از تو نمیترسم، فهمیدی دوملا؟ علاوه بر این دوملا زیادو با مناسبت منو بیتول کاردار شده نمیتوانی. اگر کاردار شوی ازدواجی ساخته کرده اتون رو به همه میگویم، با خبر باش. باز با این پسر محل سر و کار گرفته ایستادم. از این حیات چنان مانده شدم که نمیدونی تمام عمر گریختم از پلیس، از خودم، از گذشتم، تا زمانی که تو و خواهرم رو یافتم. اگر شما رو نمیافتم با این حیات چقدر طاقت میکردم نمیدونم. بیخواب زیبایم، بیخواب. شاید آفتاب پگاه برای ما طلوع میکنه، شاید اون قلب زیبایت برای من میتونه.
شاید زیا با مسجد رفته ایستاده ای؟ بله تو با من یک چیز رو گپ زدنی بودی گپ زنیم میدونم این رو با تو گپ زدنم بسیار آسان نیست برای من چرا؟ چونکی اگر این رو به تو بگویم به یک قرار آمدنم لازم است سرم در بالاست با تو احتیاج دارم لطفا این دفعه این خیلی هیلم نیست حیاتم در خطر است احتمال به من کمک بکن 2 ساعت بعد در نزد ساحل میشم تو رو انتظار میشم کی بود است؟ پیامک رکلام زهرا من باید آجیلان روم بعد گپ میزنم میشود اما آخر گپ زدنی بودی بعد گپ زنم میشود روز بخیر حاضر گپ زدنی بودم آخیر زوخسیو من دیگر طاقت کردن نمیتوانم چیزی شود شدان گراد این دختر کجا شده باشده مگر اینقدر دیر دوام میکنن من بسیار خواطر شدم یکی با طفلمون یگان چیز نشده باشد نشده است حیاتا نشد با طفلمون هیچ چیز نشده است همین خیلی میگویی انشاءالله خانم متاسفانه خبرهای بد دارم این خیلی نکنی از سبب ضربه گرفته‌تون طفل رو از دست دادیم شما را در حال جراحی کردن لازم حیاتا جانم شاید سلین روز گوید زوغسیو این عشق آخر ندارد چون که تو کلتکرس هستی چون که تو یک دوست هستی اما یک دوست قلبی من اگر تو باشی صاحب قلب من تو باشی من راضی هستم که روی دستان این عشق بی نظر بمیرم فقط من دانستن میخواهم کلتکرس صاحب قلب من تو بوده میتوانی میدانستم که تو حتما میآیی نرگیز چیکار کرده ایستادی؟